إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصح عنه عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. بعد از حمد و ثنا، سلام و پیام خود را برای شما شنوندگان گرامی قدر می‌رسانیم و الله را سپاسگزاریم که ما را توفیق داد که درس را در نسبت فقه جهاد شروع بنماییم و از الله مسئلت می‌خواهیم که بگرداند این عمل ما را خالصاً برای رضایت خودش و بگرداند این عمل را نافع برای تمام مجاهدین و مرابطین و کسانی که میشنوند ما را و تمام مخلصین. اولا میپردازیم به تعریف جهاد لغتا و اصطلاحا. لفظ جهاد در لغت از مصدر جاهد جهادا مجاهدتا گرفته شده به معنای قتال عدو یا جهاد در راه الله که از جهد گرفته شده است، یعنی از مشقت و طاقت. در لسان عرب آمده است الجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب او اللسان او ما اطاق من شيء. یعنی جهاد معناش از که مبالغه کردن یا فراغت دادن وسع در حرب یا در لسان یا با آنچه که به مثل اینها باشه. اما در اصطلاح تعریف جهاد این می باشد که هو بذل الجهد و تفریغ الوسع في القتال اهل الكفر والعناد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. یعنی خرج کردن کوشش خود را برای وسع در قتال اهل کفار و عناد تا یکی باشه کلمه توحید بالا و کلمه آن کسانی که کفر کردن پایان باشه. و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه اشاره کردن در نسبت تعریف جهاد: الجهاد حقیقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله. جهاد حقیقتش به این دلالت میکنه که کوشش کردن برای حصول آنچه که دوست می‌دارد او را الله، من الایمان و عمل صالح، و از ایمان باشه و عمل صالح، و فی دفع ما یبغضه الله من الكفر والفسوق والعصیان، و برای دور کردن آنچه که بد می‌بیند او را الله، ناپسند می‌شمارد او را الله، چه از کفر باشه، از فسوق، از عناد باشه. و همچنین اشاره کردن به این تعریفات ابن همام در نسبت جهاد، یعنی اخلاء العالم من الفساد، یعنی خالی کردن عالم را از فساد. و همچنین سید در ظلال فرمودند که معنای جهاد این کوشش کردن برای اقامه حق، یعنی برای اقامه نظام حق، نه غیر از. یعنی مقصد از جهاد این است که حق اقامه شود، نه که باطل. مثل آن کسانی که نباشیم که در اول ادعای جهاد کردن، مثل سیاف و دیگه و بعدا آمدن اینها نصرت دادن و اقامت کردن نظام جمهوریتی دموکراتی کفری را که خلاف قرآن و سنت نبی صلی الله علیه و سلم است. نعوذ بالله من ذلک. و همین جهاد یک عملی است که قرآن گردانده است این عمل را میزان، یعنی برای میزان برای وضع کردن ایمان مرد، ایمان انسان و اخلاص او به دین. یکی معلوم میشه به سبب جهاد، یعنی ایمان انسان و اخلاص او به نسبت دینش. این تعریف جهاد لغتا و اصطلاحا و همچنین کلام بعضی از اهل علم در نسبت تعریف جهاد. دومین در نسبت حکمت مشروعیت جهاد. همان برای جهاد در راه الله حکمت های زیاده و
غایه و مقصدهای زیادی مقرر شده است. عده از اونها را برای شما ما بیان خواهیم کرد که حکمت از مشروعیت جهاد چی است. اولا اقامت الدین و تحقیق العبودیت لرب العالمین، قائم کردن دین و تحقیق عبودیت بندگی برای رب عالمیان است، نه برای دموکراتیا، نه برای بوش، نه برای اوباما، نه برای دیگری. دومین دفع الشرک بالله الذي هو اعظم ظلم و اکبر الفساد، دور کردن شرکی که به الله می شود، آن شرکی که بزرگترین ظلم است و کلانترین فساد می باشه که الله متعال فرمودن و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون دین كله لله، بکشید آنها را، یعنی کسایی که در روی زمین فتنه می اندازند، تا آندمی که فتنه آنها از بین بروه و در روی زمین دین الله قایم باشه، نه دموکراتیا، نه جمهوریت، نه کمونیسم، نه سوسیالیسم، نه قومیسم، نه پارتیزم، دیگر تمام ایزم ها نیست و نابود باشه، در روی زمین قانون الله باشه. و سومین راهنمایی کردن مردم و دور کردن حاجت های آنها و عقوبات از طریق دعوت شرعی. و چهارمین حفظ ضروریات خمسه، یعنی که در امن میمونه دین انسان، نفس انسان، عرض انسان، عقل انسان، مال انسان به سبب جهاد. حالا شما نظر کنید که اون کسانی که جهاد را ترک کردن، نه دین اونها در امن است و نه نفس اونها در امن است و نه عرض اونها در امن است و نه عقل اونها در امن است و نه مال اونها در امن است. و پنجمین جهاد یک راهی است برای تمکین در ارض، تمکین در روی زمین، جایگزین شدن در زمین برای اقامه شریعت الله و دور کردن فساد دینی و دنیوی. و ششمین تطبیق عملی برای عقیده الولا و البرا، موالات کردن با اهل توحید و نصرت دادن آنها و معادات اهل کفر و محاربت جنگ کردن با آنها. یعنی عقیده الولا و البرا که بزرگترین و روشنترین عقیده در قرآن بیان شدگی است، این را در میان مردم تحقیق کردن تا که مردم فریب نخورن، مثل اون کسانی که فریب خوردن و مردم هم چل میتین ای که امریکا، روسیا و دیگر کفر متحده، اینها کسایی هستند که با اینا باید ما دوستی کنیم، نعوذ بالله من ذلک، در حالی که الله متعال ما را منع میکنه از دوستی کردن با مشرکین، مرتدین، با یهود، با نصرانی ها، با طواغیت عالم. الله متعال ما و شما را منع کرده که با کفار دوستی کنیم، بلکه ما و شما را امر کرد که با مسلمان ها اهل توحید دوستی کنیم و با همراه کفار دشمنی بنماییم. و هفتمین دور کردن ظلم و دادن حق به اهل حق بدون فساد یکی از حکمت های جهاد است که الله متعال فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. یعنی اگر الله به عده از مردم عده دیگری از مردم را نیست و نابود نمیکرد، اونها هر آینه در روی زمین فساد میکنن، یعنی بر دست مجاهدین، مشرکین و مرتدین و کسایی که فتنه یعنی کفر و شرک میکنن در روی زمین، اونها را نیست و نابود نمیکرد، هر آینه اینا در روی زمین فساد میکردن و الله صاحب فضل بر عالمیان است. و هشتمین حفظ بر کیال و عزت مسلمین و حفظ فرزندها و نسل مسلمین و نصرت مستضعفین که الله متعال فرمود و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله متعال میفرماید که چی شد از برای شما که در راه الله قتال نمیکنید، در حالی که از مستضعفین، از مردها و از زنها و از کودکها، آنهایی که فریاد میزنن پروردگارا بیرون کن ما را از این قریه که ظالم است اهلش و بگردان برای ما از جانب خودت ولی، دوست و نصرت کننده. و نهمین از حکمت های جهاد این است که کشف المنافقین و تمییز المؤمنین، یعنی آشکار شدن منافقین و بیرون تمییز جدا کردن مؤمنین. یعنی با سبب عمل جهاد الله متعال
منافقین را مؤمنین را آشکار میکنه. یعنی کیها مؤمنا هستن صبر و استقامت میکنن در این مشقت هایی که بالای سرشان میآید، از زخمی ها و اسیر شدن و از تمام اون مشکلاتی که در جهاد است. و همچنین اون منافقینه که در وقت قتال فرار میکنن، در وقت جهاد فرار میکنن، از مردن میترسن فرار میکنن. این حکمت های جهاد میباشد. این بود بعضی از حکمت های مشروعیت جهاد که برای شما به طریق اختصار بیان کردیم. و الا علما در نسبت حکمت مشروعیت جهاد کتابها تصنیف کردند و محنت های زیاد کردند، اما برای صاحب عقل یک نقطه بس است اگر شؤون عقل است. و انشالله بفضل الله تعالی در درس آینده در نسبت مراحل تشریع جهاد صحبت خواهیم کرد انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.